سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه از آرک اولتیمیت سروایور ادیشن. بچه ها قبل از هر چیزی لایک، ساب، زنگوله نوتیفیکیشن و کامنت انگلیسی یادتون نره. بچه ها دو سه تا کامنت انگلیسی بذارید. در هر صورت اگر شما کامنت فارسی بذارید یا کامنت نذارید لایک کنید، بازم لایکتون میپره، حتی امکان داره سابتونم بپره. پس ممنون میشم، واقعا ازتون ممنون میشم اگر لایک و ساب کنید و کامنت انگلیسی قبلش بذارید. و اینکه بچه ها بالاخره قرار ما بریم باس بزنیم دیگه، درسته؟ سر همین قضیه قراره یه سری چیزا رو الان بسازیم و بعدش هم قراره بریم آرتیفکت ها و کلا وسیله های باس رو جور کنیم. ولی متاسفانه خب هنوز یوتیرانوس ما اوکی نشده واسه باس و باید وایسیم تا اون اوکی کنیم. و قبلش بچه الان ما باید یه سری تروفی وال بذاریم و حالا آرتیفکت از این جاهایی که آرتیفکت رو روش میذارن و لیتس گو. آقا یه لحظه بچه ها، این آرتیفکت بچه ها، این جایی که آرتیفکت رو روش میذاریم، البته بریم اول تروفی وال رو بسازیم. بچه ها تروفی وال رو قبلا ساختیم دیگه اگر دقت کرده باشید، همون چیزی که سر رکس هامون رو روش گذاشتیم، یعنی سر آلفا رکس هامون رو. و البته کلیدامون هم داره زیاد میشه، قراره به زودی بریم به قولی کرایوپاد بخریم. اسمش آرتیفکت پدستاله اگه اشتباه نکنم و اینو باید باز کنیم. خب حالا چرا؟ بعدش حالا میریم سراغ تروفی وال. باس ها به ما یه جورایی به قولی سر خودشون رو میدن وقتی میزنیمشون و این سر رو برای باس آخر یعنی اوورسیر نیاز داریم و میتونیم حتی داخل باکس هم بندازیمش، ولی من دوست دارم روی تروفی وال باشه، شماها ببینین و عشق کنیم باش و خودم هم همینطور. پس باید بریم بذاریمشون روی دیوار و اینم از تو. خیلی هم عالی، نایس. آقا حالا بچه ها نیاز داریم اون آرتیفکت پدستاله رو بسازیم و اون نیاز به obsidian داره که obsidian رو میتونید از سنگای آتش فشانی و اینجور چیزا به دست بیارید. فکر کنم همتون یاد داشته باشید و چیز خاصی نباشه براتون. و با همین البته obsidian میتونید بچه ها پلیمر هم بسازید، ولی همیشه میدونید دیگه پیشنهاد من این بوده ارگانیک پلیمر استفاده کنید. 1 2 3 4 بچه 4 تا میسازیم که 4 تا آرتیفکتی که حالا تنها باسی که 4 تا آرتیفکت میخواد دراگونه و ما باید اینو داشته باشیم، 4 تا رو داشته باشیم که 4 تاشون هم نمایان باشن. میدونید چی میگم؟ و لیتس گو. حالا بچه ها به این پوینت های لول اپ ایوون نگاه نکنید، اینا رو لول اپ نمی کنم. چرا؟ وقتی برید گرفتم مثلا اگر به میوتیشن داد بتونم مقایسه کنم با پدر مادره. سر همین قضیه من لول اپ نمی کنم. یکی از بچه ها برگاش ریخته بود، گفته بود چرا لول اپ نمی کنی؟ تایلاکامون رو دیده بود چقدر لول اپ داره و آره دیگه گفتم که بچه ها بدونه دیگه سر این قضایا من لول اپ نمی کنم. میتونم بچه ها فولدر بزنم مثلا استاتساشون رو بنویسم یا مثلا یه سری حرکت های دیگه بزنم، مثلا عکس بگیرم، اسکرین شات و اینجور چیزا بگیرم، ولی دوست ندارم، نمیدونم چرا. و این که بچه این قسمت باید ما بذاریم این آرتیفکت ها رو که قشنگ نمایان باشن و خوشگل و از اینجور داستان ها. حالا آقا بچه ها بریم. یه سری وسیله ها هستن که باید برای باس آلفا ما از اونها 10 دونه داشته باشیم. بریم الان بهتون میگم. قبلش این اگامون رو برداریم. اوکی چقدر اگ بچه ها، کلی قراره کیبل بسازیم، یعنی یه عالمه اگ داریم. واقعا اگامون زیاده و این واقعا به نفعمونه. بچه ها اولین چیزی که نیاز داریم، خدا فاک یه لحظه ترسیدم، پای آرجنتیوسه و البته این که اینجا هست بچه ها. سوروپادها جزو برانتوساروس و حالا دیپلودوکوس و مثلا اینجور حیوونا میشن و شما میتونید اینا رو بکشید تا اون ستون فقراته رو به دست بیارید برای باس که ازش 10 تا میخوایم برای باس آلفا. و برای باس اگه اشتباه نکنم بتا
5 تا میخوایم و برای گاما اصلا هیچ ریسورسی نمیخوایم، فقط نیاز داریم به این که فقط آرتیفکت ها رو داشته باشیم طبیعتا. اوکی آرجی اینجا زیاده بچه، اینا رو میکشیم ما به همون ریسورس پای آرجی رو به همون میده. این هم از این بچه آرجنتیوس تالون که حالا به دردمون میخوره واقعا برای باس آلفا و بتا. چیزی نمونده بچه تا اینکه ما بخوایم یه دونه کرایپاد دیگه بگی. اوه که اینجا تایتان اسپان شد آقا. آها بچه ها ما به تیتان و بوا ونوم هم نیاز داریم. اوکی اینو به همون داد، خدا رو شکر. خیلی وقتا تیتان و بوا ونومش رو نمیده، نمیدونم چه راینوناتای خوشگلیه بچه ها، نمیدونم چرا اینقدر این لعنتی خوشگله. خب حالا بگذاریم. یه دونه سارکو هم باید پیدا کنیم بچه ها، یه دونه سارکو. زیر آب چقدر اینجا عمیقه. نمیدونم بچه سارکو اینجا چرا نیست، واقعا درک نمیکنم. سارکو؟ نه سارکو نیست. بچه ها حواستون باشه داخل سوامپ خیلی زالو هست و باید به اینم دقت کنین که اگر زالوها بگیرنتون این تعداد واقعا توی اندازه خیلی کمی، توی زمان خیلی کمی میتونن تیکه پارتون کنن. و اینکه آره دیگه آها سارکو بچه ما به پوست سارکو هم نیاز داریم، سارکو اسکین. خب به پوست سارکو هم نیاز داریم و این 4 تا ریسورس و بچه ما باید 10 تا ازش داشته باشیم از هر کدومشون. خب بذارید به ترتیب بهتون بگم. این سوروپاد چیچیک، سوروپاد ورتبرا یا همچین چیزی، و تیتانو با ونوم، سارکوسوکس اسکین و تالون آرجنتیوس یا آرجنتیوس تالون همچین چیزی. 10 تا باید داشته باشیم. آقا بچه ها برنامه عوض شد، باید تروفی وال هامونو این قسمت بذاریم چون واقعا بهتره، جای بهتریه و اینجا به نظرم جای خوبیه و از این طرفم اینجا و اوکی این هم اینجا. واقعا بچه ها بهتر شد و آره این نظر منه بچه ها، به نظرم واقعا بهتر شد. اوکی آقا صبح شده، یه سری ریسورس ها رو حالا ما جمع کردیم، یه سری رو هم جمع نکردیم، باید بریم یعنی کامل جمع نکردیم در هر صورت جفتشونو، ولی خب بریم ببینیم چی میشه. سوروپاد لول 10 پیتی پیتی هم نیاز داریم تیم کنیم و قشنگ پیتی هم باید یه پیتی لول بالا پیدا کنیم و برای حالا بریدینگ و اینجور چیزا ازش استفاده کنیم، چون باید بریدش کنیم و حالا جلوتر برای یه سری حرکت ها باید ازش استفاده کنیم. یعنی مثلا میریم مپ جدید میگیریم بریم باش اگه دراگون بدوزیم و اینجور داستان ها دیگه، تا برید نگیریم نمیتونیم بچه حرکتی بزنیم. پیتی لول 150 برگام حاجی توی دیگه. آره همینه بچه ها، پایین حیوان خطری نیست ما اینو اینجا بندازیم. این هست ولی خب اوکی شد و اگر بتونیم اینو بچه اینجوری اینجا بندازیم. داره میاد زمین بچه، داره میاد زمین و الان بهترین موقعه. حالا من با این دمیج پایین تره میزنم، امیدوارم که نمیره حیوان، واقعا بد میشه اگر بمیره و let's go.
تو بادیش میزنیم دیگه. وای عجب حیوانی رو بیهوش کردیم بچه ها. فقط بریم خونه، فقط بریم بیس سری. واه خیلی قویه بچه ها، خیلی واقعا قویه. و براش رگولار کیبل فکر کنم، البته نه دیگه، رگولار کیبل فکر کنم میخوره، ولی ما بهش سوپریور کیبل میدیم که کیبل قوی تریه واقعا و امیدوارم خیلی زود تیم بشه. واقعا حوصله این که وایسم بالا سرش رو ندارم. و البته پیتی هم بچه جزو حیواناییه که زود آنکانچستش میخوابه، باید خیلی حواسمون باشه. آقا بهش سوپریور کیبل میدیم. آقا سر یه سری غذایایی بچه‌ها من رفتم یکم ریسورس جمع کنم، این حیوان به هوش اومد و متاسفانه اوکی نشد و دوباره اومدیم بیهوشش کردیم. هر چندونه فکر کنم باید تا نمیدونم تا چند تا باید بره این لعنتی تا یه دونه کیبل بخوره. هر 100 تا یه دونه معمولا حیوونا کیبل میخورن و این هنوز 100% فودش، یعنی 100 چند درصد رفت؟ 3 تا کیبل باید بخوری تو، پس کار داره تیمت. حاجی یه دونه سابرتوس هم اونجاه، باید حواسمون باشه یه وقتی نیاد بالا سر حیوانمون. بذارید بکشمش دیگه خیالم راحت باشه. لیتس گو. باید یه دونه فیمیل خفن دیگه براش پیدا کنیم و من میرم زود پیدا میکنم که بیایم برید لاین پیتی رو داشته باشیم. یکی از خفن ترین حیوانای بچه که واقعا دوستش دارم و اگر نباشه به نظر من اصلا توی ترایب مخصوصا اصلا چرخه اون ترایب نمیچرخه، اینجوری بهتون بگم. و یکی از بهترین حیوونا برای رید کردن و کلا اصلا حیوان خیلی اوپی و خفنیه. و بچه ها معمولا پیتی های خوب، پترانادون های خوب باید استاتسایی که داشته باشن HP خوب و استامینای خوبی داشته باشن. خب این حیوان HP خوبی داره، حالا میریم جلوتر ببینیم لول اپ شد HPش چقدر میشه و وقتی که مخصوصا لول اپ یعنی تیمی شد، تیمینگ افکتش اومد روش، میبینیم که HPش چقدره و استامیناش، که بعد حالا بریم جلوتر سرش لول اپ کنیم و اینجور داستانا دیگه. آجی ردوود چه تکسچر خوشگلی داره واقعا بچه‌ها. خیلی بچه‌ها من این حیوانو دوست دارم. اینم تو کامنت ها بگید که از 1 تا 10 به این حیوان چند میدید، چون من به شخصه به این حیوان 10 از 10 میدم. لیتس گو. نایس. اوه 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 بچه ها یه پیتی خفن گرفتیم. واقعا من خیلی این حیوان رو دوست دارم. آقا بچه ها اینو میبریم میذاریمش بیس تا یه دونه حیوان خفن براش پیدا کنیم، یه فیمیل خفن، و اینکه بریم ریسورس ها رو جمع کنیم دیگه، که بعدش بریم سراغ گرفتن آرتیفکت ها و کلا اینجور بحثا. آقا بچه‌ها یه چیز خیلی جالب نشونتون بدم. همین الان که ما این پیتی رو آوردیم این فیمیل اگ گذاشته و متاسفانه صدل قوی نداریم از پیتی و الان نوبتی هم باشه نوبت رفتن دنبال ریسورس های برای باز فایت ها و اینکه بریم دیگه بعدش دنبال آرتیفکت ها و اینجور چیزا دیگه، اینجور داستان ها در کل. لیتس گو. وای نایس نایس حاجی، فیمیل گرفتیم بالاخره از این رنگ و قراره با اون میله حالا از این به بعد دیگه اینو بریدش کنیم. قراره یه میل لول بالا ازش، بازم باید البته فیمیل های لول بالاتر بگیریم، ولی خب در کل باید برسه به اون بیبی که چند قلو دادی. یه لحظه تو بیا این ور. آقا اول اونو پسیوش کنیم. 3 قلو داده بچه 53 153 153 153 3 تا 153 ولی با HP این میوتیشنه. و این که بعدا باید حالا ببینیم وقتی که اوکیشون کردیم ببینیم این میوتیشنه توی چه استاتسی
به قولی چیزش خورده، میوتیشنش خورده و بله میوتیشن رو با خودش انتقال داده. نایس. و از این به بعد دیگه باز با اون نر لول بالای اوکیش میکنیم تا همه چی روال بشه و بتونیم یه تایلو خفن داشته باشیم که میوتیشن رنگ هم هست. حالا آل استاپ و پسیف. آقا ما از این یوتیرانوسمون و ترزینوساروسمون اگ گرفتیم، بیاید بندازیم اینها رو ببینیم چی بهمون میده. Let's go. بچه ها چقدر اگشون بزرگه واقعا، ولی خب حالا بریم جلوتر ایشالله گیگا هم بیرید میگیریم که ببینید دیگه اگ بزرگ به چی میگن. آقا این اگ به دنیا اومد لول 216. فیمیل باش فیمیل باش فیمیل، همون چیزی که دقیقا میخواستم. آقا بچه اول به این رسیدگی کنیم، یه رسیدگی کوچولویی کنیم. آقا اینم از این. خب اینو که اوکی کردیم، حالا بندازیم این بیبی ها رو. امیدوارم که لول 217. بله اینو قراره بچه ایمپرینت کنیم. یه دونه لول 213 هم بهمون داد. تو چی؟ تو فیمیلی؟ میل باش. تو میلی. آقا این دوتا رو نگهشون میداریم بچه ها، لولاشون واقعا خفنه. و اینکه آل استاپ. لیتس گو بریم برای اینکه این حیوانامون رو اوکیشون کنیم. لول مکس یوتیرانوس هامون هم گرفته. امیدوارم استاتس اچ پیش. بله بچه ها استاتس اچ پی این 217 و میلی دمیجش هم حتی به اون حیوانای خفن اون رفته، یعنی به اون ماده رفته و در کل یک استاتس خفن و گادی به نظرم داره. پسیوشون میکنیم. اینا قراره بزرگ بشن و کلی به ما کمک کنن. آقا بیایم این دراپ رو باز کنیم. بچه این حالت قرمزی که میبینید دور سر تریسراتوپس ها این شکلی میاد به خاطر حیوانای گوشخاریه که ما داریم. مثلا اون رکسامون یا مثلا اگه با وایورنی چیزی بیاین نزدیک این حیوان، این حاله قرمز رنگ دورش میاد. نمیدونم چرا. برگام. هولی شیت بچه این راحت یه دونه کرایپاد میشه. اوکی بچه ها میریم پس سری وسیله جمع میکنیم، دوباره کلید پیدا کنیم، 2 تا کرایپاد دیگه هم بسازیم سری. نایس. خب لیتس گو بچه ها. اینا یک 50 ثانیه دیگه نیاز به ایمپرینتینگ دارن و حالا ما این یکی رو میکشونیمش یکم اینورتر، این 217 رو، چون واقعا این همونیه که قراره برای باس ببریم و همونیه که میخواستیم. 7k HP. اصلا میلی دمیجش هم از اون فیمیل بالاتره بچه. تازه این ایمپرینت بشه قولی میشه واسه خودش. و اینکه ما این حیوان رو ایمپرینت نمی کنیم چون برای بریدینگ و میوتیشن و اینجور چیزا میخوایم. تو رو هم فعلا ایمپرینت نمی کنیم. ولی شما باید برید تو ایمپرینت سنگین، یعنی کامل ایمپرینت بشی و یه استاتسی چک میکنیم که بعدش هم دوباره یه استات چک کنیم. و البته بچه‌ها کلیدمون به 300 تا برسه میریم 3 تا دیگه کرایپاد میگیریم که حالا برای جابجا کردن حیوانامون برای اوبلیسک و اینجور چیزا ترانسفر کردنشون مشکلی نداشته باشیم. نایس. want walk with you. میگه که دوست داره با من راه بیاد. اوکی بچه‌ها خیلی چالشه راحتیه و فکر کنم همتون باش آشنا باشید با این چالش راه رفتن حیونا که میخواد دنبالمون بیاد. حالا بچه جلوتر بریم قابلیتاشون رو قبل از باس فایت کامل براتون توضیح میدم، مقدماتش و اینجور داستانا. آقا من تا حالا اینقدر راه نرفتم که تو داری منو راه میبری. چه خبرته؟ آهان چه عجب. چرا 33% ایمپرینت شدی تو؟ مگه 50% نبود؟
بچه اینا قبلا 50% بود، نمیدونم الان چرا اینطوری شده. What the fuck. پس یعنی ما داستان داریم سر این رپتور رو بچه تفریحی برید میکنیم، تفریحی میزنیم به قولی آقا. و چی شد؟ تورتامون زدن و باید بریم یه دونه پیتی فیمیل سری پیدا کنیم لول بالا و استاتس خوب داشته باشه که بیاریم حالا با این پیتی خفنمون برید کنیم و بزنیم تو کار مینیتیشن گرفتن از پترانادون. خب آقا بچه ما یه دونه رپتور میل گرفتیم، با اینکه قشنگ لولش از این فیمیل پایین تره، لول اون مکسه، این تقریبا اچ پی همین حیوانو داره و اینکه میلی دمیج خوبی داره. میلی دمیج اینو ببینیم، میلی دمیج 377 347. اوکی همه چی رو به رواله، فقط باید جلوتر حالا ببینیم چه استاتس هایشون فرق میکنه. یه دراپ اینجا. اوکی جی تورت ها یه وقتهایی میزنن آدم برگاش میریزه، یه لحظه فکر میکنم داخل پی وی پی هن. هولی شت بچه، چیزی که واقعا نیاز داشتیم. آقا بریم یه دونه پیتی تیم کنیم برای این برید لاینمون داشته باشیم دیگه، واقعا خیت نداشته باشیم. لیتس گو بچه ها. اولین کیو آرتیفکت بازی که مختصاتش هم بچه خیلی ایزیه و کلا منطقه ایزی هم هست. اسمش هم هانتره بچه، آرتیفکت هانتر که خیلی هم راحت گرفتنش و الان طبیعتا مختصاتش رو دیدین. و با دایر ولف حالا میریم داخل و ببینیم چه میشه کرد. خیلی ایزیه بچه گرفتنش، فقط امیدوارم یه دفعه بالا سرمون مگالانیا و آرتروپلورا اینا در نیاد، چون میزنن میشکنن این آرمور ما رو بچه. آرتروپلورا مستقیم به شما دمیج میده و اینا بگم داخل این آرک جدیده، داخل آرتیفکت هانتر هم مگالوساروس اسپان میشه. حاجی بچه اینجا که رسیدیم باید سمت چپ بریم و امیدوارم حیوان خطری نباشه اینجا. یه دونه آرتروپلورا بود زدیمش، حله. آقا لیتس گو لیتس گو. نمیدونم چرا آرک موبایل جدید انقدر اوی باگین شما. آخ چقدر بد زدمشون حیونا رو بچه. نمیدونم چرا داخل آرک موبایل جدید انقدر آرتیفکت ها خلوتن. حالا این آرتیفکت و آرتیفکت بعدی اینطورین. لیتس گو. اولین آرتیفکت رو بچه گرفتیم به همین راحتی و کار سختی نداشت، واقعا خیلی ایزی برامون بود و فقط مونده بریم دوباره سراغ آرتیفکت بعدی. حالا ببینیم تو راه میتونیم یه حیوان خفن پیدا کنیم. آرتیفکت بعدی بچه ها بغل بیسمونه دقیقا، که فکر کنم بدونید کدوم آرتیفکت رو میگم. اولین آرتیفکت بازی گرفتیمشو. البته باید بذاریمش روی این تروفی بیس. لیتس گو. چقدر خوشگله بچه ها. آرتیفکت هانتر. خب آقا بچه ها در مورد این پک لیدر بودن رپتور براتون گفته بودم دیگه، درسته؟ این که این حرکتشه بچه ها، چون یه دونه لول پایین تر گرفتیم الان این لول بالا همون پک لیدر شده و وقتی این حرکت رو میزنه بچه ها یه بوست 50 ثانیه‌ای میشه تقریبا و دمیج و کلا مقاومت حیوان میره بالا. سر همین یه ارتش خوب میتونه باشه برای حالا یه سری کارها، انجام یه سری حرکت ها. و بریم دیگه، بریم که کار داریم، باید آرتیفکت بعدی رو هم اوکی کنیم. خب آقا اینم از آرتیفکت بعدی که بچه گفته بودم بغل بیسمونه دقیقا. آرتیفکت کلور که این قسمت دقیقا بغل بیسمونه بچه و اینم گرفتنش کاری نداره، اما آرتیفکت بعدی بد جوری درد سر داره، واقعا رو مخه. و بریم داخل ببینیم چه میشه کرد. از همین قسمت باید بریم پایین، ولی خب اینجا احتمال داره حیوانای واقعا خطری اسپان بشن. این آرتیفکت یعنی نوت رو میگیریم.
نوت مگالودون. وای این میخواد 4 ساعت برامون فک بزنه. وای آقا بریم این یه دونه دیگر هم بگیریم. Megalodon is near its equal in the water. In addition, it has a speed advantage over any non-aquatic creature when submerged. آقا چرا باگ خوردیم؟ بچه چرا باگ خوردم؟ چرا من باگ خوردم؟ وای آهان اینو بگیر. به به آقای راکیول. بچه این دراپا بعضی وقتا وسیله های واقعا خفنی میدن. وای ولی این دفعه مسخره است. لیتس گو بریم جلوتر ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. این دراپا بعضی وقتا بچه واقعا وسیله های گاد و اوپی میدن و باید حواسمون در کل جمع باشه که از دستشون ندیم. به قولی آرتیفکت کجاست؟ فقط آرتیفکت رو به من صداش داره میاد. وای بچه ها آرتیفکت کلور رو داریم. آرانو وای اوی 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 اوی. اول ببینیم اونیک نمیاد سمتمون. بچه این اونیک یعنی همون خفاشا هستن که داخل باس فایت ها، یعنی داخل این کیف های آرتیفکت زندگی میکنن و باید واقعا حواسمون جمع باشه. و 3 تا لول اپ که میره توی میلی دمیج این حیوان. قشنگ میلی دمیجشو تا خشتک بالا بردیم. لیتس گو برگردیم بریم بیس تا ببینیم میتونیم یه پیتی خوب پیدا کنیم، چون میخوام بعدش برم سراغ آرتیفکت بعدی. یکی از آرتیفکت های سخت بازیه ولی نه آنچنان سخت، میدونی ریسکیه. آقا بچه ها آرتیفکت دوم واسه باس برود مادر و این هم خیلی خوشگله بچه ها جدی، ولی جفتشون سبزن. ولی بعدی یکم داستانه. اوکی خوب بچه ها من دنبال یه پیتی خفن برای، یعنی یه پیتی فیمیل خفن برای برید لاینمون بودم، ولی یه دونه پیتی 150 دیگه میل به تورمون خورد. حالا اینم در هر صورت تیمش میکنم که آقا میشه یه وقت دمیج ندیم آجی به این، یعنی دمیج کوچیک کافیه که کارش تموم شه. 2 تا کیبله دیگه بخوره اوکیه. اینو تیم کردیم بچه ها، میبریم پیش اون یکی، استاتساشون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و هر کدوم بهتر بودن و با اون فیمیلی که داریم از قبل بیرید میکنیم دیگه. کارش نمیشه کرد. واقعا حوصله گشتن رو ندارم بچه ها. حقیقتش یه دونه 140 پیدا کردم ولی متاسفانه چون توی آب افتاد مرد و نمیدونم چی بگم. واقعا خیلی رو مخم رفت این قضیه و اصلا 63 تا. آقا واقعا نمیدونم چی بگم. این روزی که داریم پیتی چیز میکنیم همه چی داره جور میشه، باورم نمیشه. و اینکه میترسم اصلا نزدیک برم حیوانی چیزی بهش دمیج بده، تیمینگ افکتش بیاد پایین. حاجی بچه ها همینجا بشینی عالیه. آقا چرا برگشتی؟ برگرد پیش من. کجا داری میری؟ What the fuck چرا اونجا نشست؟ بچه ها همین اول میبینیم که قشنگ این اون یکی نره نسبت به این برتری داره. استامیناشون یکیه. برگام استامیناشون بچه ها یکیه. پس نتیجه میگیریم که آقا دمیج میلی دمیجشون این یکی خیلی میلی دمیج بالایی داشت و بازم نتیجه میگیریم که باید اینم ترکیب کنیم. یعنی میلی دمیج اون میلی دمیج این 500. آقا فقط اینو بیرید میکنیم، اینو فقط بیرید میکنیم. اصلا راه نداره، اصلا تلاش نکن، هیچ راهی نداره. آقا بریم جلو. متاسفانه اون فیمیلی که اونجا بود از دست دادیم و به نظر می اومد که بچه اون استاتسش از اینها بهتر باشه. حالا این فیمیله اگه اشتباه نکنم بچه، حالا یادم نمیاد، ولی استامیناش اگه اشتباه نکنم هلوهوش 400 بود و
از اینها بالاتر بود. امیدوارم هم همینطور باشه. داداش نمیخوای حرکتی بزنی؟ آها ما میریم اینا در خفا کارشون انجام بدن، میریم سراغ رپتور هامون. لیتس گو. اولین بیبی پترانادون های لول مکسمون. آقا نمیدونم بچه ها اینو میکشم دیگه، واقعا به دردمون نمیخوره. درسته که سرش کیبل دادیم. آقا میفتیم به جونش. لیتس گو. آقا شرمندتم، ببخشید، واقعا من اصلا دوست نداشتم پیتی رو بکشم ولی مجبور شدم چون نیازت نداریم. پیتی. آقا رپتور هامونم ایگ گذاشتن. میل رو از دیزیبل بندرینگ میکنیم، دیزیبل میتینگ میکنیم که دیگه کارهای خطری نکنن. و اوکی آقا اول ببینیم تایم این اگا به دنیا اومدنشون چقدره. 13 دقیقه تو، 10 دقیقه تو، 13 دقیقه تو. رواله بچه ها بریم اینها رو اوکیشون کنیم. خب بچه ها بیبیامون به دنیا اومدن و نمیدونم چرا ولی به این زودی با نسل کشی اول این حیوان لول اپ شد و خیلی خوشحالم بچه ها، خیلی خوشحالم. و استامیناش 390 بالاتر رفته و احتمال زیاد جا داره یه فیمیل قوی معرکه است. واقعا یه فیمیل خیلی خفنیه واسه خودش و باید فقط ازش نگهداری کنیم. حالا تو چی هستی؟ تو میلی؟ وای فیمیله. ما فیمیل شما رو نمیخوایم عزیزم. میوتیشن نیستی؟ نه متاسفانه. چقدرم گوگولی تو ولی خب نمیتونم نگهت دارم. آقا اول از همه پسیو باشن و معذرت میخوام. وای آی چرا تو رو زدم من؟ آقا بچه ها پیتی ما لیتس گو. خیلی خوشگله بچه ها، خیلی واقعا خوشگله. پیتی یکی از حیوانای مورد علاقه من. فکر کنم 200,000 بار گفتم بهتون قراره با یه حیوان خفن که توی پارت های قبل تیمش کرده بودیم بریم، یعنی مگالانیا. آقا حالا بهتون میگم چرا قراره بچه با این حیوان بریم، جلوتر بهتون میگم. یه لحظه یک رنگ عجیبی دیدم من داخل این حیوانام. آقا چرا تو حرکت نمی کنی؟ میشه دنبال من بیای؟ فکر کنم باگ خورده مگالانیامون. آهان الان میشه که رای پادش کنیم. امیدوارم این باگی که حرکت نمیکنه بپره. نمیدونم چرا حرکت نمیکنه. آهان درست شد بالاخره. بچه ها این حیوان روی زمین یکم سرعتش کمه، روی دیوار بهتره و حالا بهتون میگم اوکی چرا باید این حیوان رو ببریم و باید اکثر لول ها رو توی میلی دمیج این حیوان ببریم چون اچ پی بالایی داره. و لیتس گو. میلی دمیجش رو بردیم بالا، 618 تا میلی دمیج بچه ها، واقعا عالیه. میبریمش به سمت آرتیفکت. حالا لیتس گو. آقا کرای پادمون رو بچه ها میذاریم این تو که سریعتر شارژش اوکی بشه و خیلی بهتره چون الان واقعا شارژش بیشتر رفته بالا و به 27 روز رسیده. تقریبا 26 روز و 12 ساعت بود اگه اشتباه نکنم. و بریم به سمت آرتیفکت حاجی این چه سیس مسخره یه گرفته. لیتس گو بچه ها ما رسیدیم. لیتس گو. آقا ما بچه ها رسیدیم به آرتیفکت مسیو و اینکه یه آرتیفکت خیلی خطرناکه. حالا نه اینکه داخلش حیوانای خطرناکی باشن، به شدت آب مذاب و مواد مذاب و لاوا و اینجور چیزا داره خلاصه. و در کل باید بچه ها خیلی حواسمون جمع باشه. و حالا مختصات این
کیو هم این قسمت مپه، تقریبا سمت جزیره هاربیورا یا همون هاربیورلند. و بریم دیگه، بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم بچه ها. دلیلش هم این بود که این حیوان رو من آوردم. قشنگ از دیوار و اینجور چیزا کلا میتونیم بالا بریم و حالا داخل بریم مهمتر میشه این قضیه دیوارها. خب آقا این دراپ رفت پایین. الان هم میتونیم دیگه کرایپادمون رو اوه خودش هم کلید داشت. نایس. 2 تا کرایپاد، این از شما و این هم از شما. لیتس گو آقا، لیتس گو. فقط باید بچه حواسمون باشه که یه حیوان قوی ببریم. اگر میخواید بچه شما با مگالانیا برید، یه مگالانیا لول بالا ببرید قشنگ، چون مگالانیا لول پایین بردن بدترین اشتباهه، چون مگالانیا اونقدر دمیج به حیوونا و کریچرها وارد نمیکنه و بیشتر برای پی وی پی و اینا اوکیه، ولی چون به دیوارا اینا میچسبه من انتخابش کردم که از این والکینو لعنتی، یعنی والکینو که نمیشه آجی، کیو لاوا، جون سالم به در ببرم. و اونقدر بچه اینجا گرمه، باید حواسمون باشه تشنمون نشه، باید اصلا لباسامون آجی در میاریم که اچ پی مون نیاد پایین. امیدوارم دیگه نیاد پایین، با سرعت کمتری میاد پایین. لیتس گو. بریم جلوتر. این تورچ رو نباید دستمون بگیریم، گرممون میشه. بچه این هم بگم من یه دونه بلو پرینت خفن از کلنگ پیدا کردم آقا. لیتس گو. حله توی دمیج، میلی دمیج این حیوان میزنیم، لول آپ رو، و بریم ببینیم چی پیش میاد دیگه. ببینیم این از همین طرف باید بریم دیگه. آره حاجی میتونیم از همین دیوار شروع کنیم بریم بالا، بریم با سرعت حرکت کنیم، ولی خب خطرناکه. آقا بچه جایی که نیاز به پرش داره رو باید با این حیوان از روی دیوار برید، چون پرش نداره این حیوان. و شما که به ما دیل و فسورین دیگه، حمله که نمیکنین حاجی. اینجا رو میتونیم بچه از روی دیوار بریم. خوبی این حیوان همینه. لیتس گو. بذارید من ببینم اینجا رو. آره فقط نمیدونم چرا بچه وقتی با این حیوان را میریم باگ میخوره کم، و وقتی حرکت رو میگیریم یک چند ثانیه دیلی داره. از همین طرف باید بریم. آرتیفکت به این حیوان مثل چجوری بگم آجی، از آجی یه لحظه فکر کردم یه مگالانیا رو دیوار دنبالم داره میکنه، اصلا برگام ریخت. حل آقا، رسیدیم به این قسمت. آقا اینا رو بزنیم، اینا رو بزنیم. آرانئوها رباله. خب آقا خب از کدوم طرف حرکت کنیم آجی؟ از هر طرف بالاخره آرتیفکت رو ببینیم بچه ها، راحتی میتونیم بریم به سمتش، ولی مهم اینه که ببینیمش این آرتیفکت لعنتی رو. و متاسفانه این آرتیفکت یکم چیزه. الان اینا بچه ها همین اونیکا هستن که به ما حمله کردن و باید بزنیم شل و پلشون کنیم دیگه، و کردیم شل و پلشون. بریم از همین طرف ببینیم آرتیفکت رو پیدا میکنیم یا نه. یکم اینجا از این ور نیست انگاری، از این ور نیست، از اون طرفه فکر کنم بچه، دقیقا از همین طرفه. آره فکر کنم از این قسمت باید بریم سمت چپ
آره بچه ها از همین طرفه، از همین طرفه و از همین طرف. با سرعت بیشتر تو نمیتونی واقعا حرکت کنی. چرا میتونی؟ چرا که نتونی؟ Let's do this. آقا آرتیفکت رو به رومونه و مشکل ما چیه؟ مشکل ما رفتن به اون طرفه که میشه روالش کرد. فقط باید ببینیم چطوری باید روالش کنیم. از این قسمت میایم به این سمت و حاجی به همین راحتی. نه 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 تو به من از اون پویزنات نزنی. لیتس گو. از اون ونومات نزنی که باز داستان داریم. به به چه آرتیفکت خوشگلیه بچه ها. آجی یه موقع داستان نشه برامون. برو جلو برو جلو برو جلو برو بالا. آقا میشه بری؟ چرا انقدر دیلی داره؟ نمیدونم بچه چرا دیلی داره. حاجی اینم از آخرین آرتیفکت باس و بریم بالا دیگه. بریم بالا، از همینجا حرکت کنیم. قراره قطعا توی پارت بعدی بریم برود مادر رو بزنیم و حالا بریم جلوتر و یه سری حرکت های دیگه رو بزنیم که احتمالا یکی از اون حرکت ها اینه که ایمپرینت آخر یوتیرانوسمون رو انجام بدیم و بریم یه لول ها پیش کنیم. و اینم از آخرین آرتیفکت این باس بچه ها. اشتباهی انداختم. آره اشتباهی انداختم. What؟ Let's go بچه ها. چه صحنه زیبایی. 3 تا آرتیفکت مسیو، کلور و هانتر در کنار هم و اون وسیله هایی که حالا ما جمع کردیم برای اینکه آقا تورت ها اون چقدر ترسناک میشن. یه سری جا واقعا ترسناک میشن آقا. و این سری وسیله هایی که ما جمع کردیم واسه به قولی کرفت کردن ورودی باس برود مادر آلفا و به قولی سخت ترین باس بازی رو داریم میریم بزنیم. و یوتیرانوس ما هم 20 دقیقه دیگه ایمپرینت میخواد و ایمپرینتش تموم میشه و پیتیمون بچه ها چقدر خوشگله. تو رو قرار دوباره با اون میله برید بزنم و همینجوری بچه ها قرار ازشون حیوانای خفن‌تر و بهتری بگیریم. کرای پادا رو بذاریم و البته بچه ها من باید برم سراغ لول اپ کردن حیوانامون که بعد پوینت های لول هاشون رو بهتون بگم تو چه پوینت هایی مصرف کنید بهتره. خب آقا بچه ها این حیوانمون بالاخره جی 897. اوه بچه ها راستی ما الان یه دونه دراپ باز کردیم و یه دونه رایفل خیلی قوی بهمون داد ولی حالا به اون 188 نمیرسه ولی در کل نیازمون میشه. به ارتش رکس های ما بچه ها. حالا من چرا اینا رو این طرف گذاشتم بقیه رو اون طرف؟ ببینید بچه ها ما با خودمون قراره 15 تا رکس، 2 تا مگاتریوم، 2 تا دئودون و یه دونه یوتیرانوس ببریم. خب اینایی که لول اپشون کردم و پوینت هاشون هم استفاده کردم و گذاشتم این قسمت و اونایی که قراره بهتون یاد بدم و گذاشتم این طرف. بچه ها اول از همه از دئودون حالا شروع میکنیم. ببینید بچه ها دئودون و اچ پی شو به 20k حالا میرسونیم.
بقیه شو دیگه میزنیم توی فودش. خب و این CK فود کافیه دیگه. بقیه شو باز میزنیم داخل چی؟ داخل ویتش که هر چقدر گوشت ریختیم داخلش بتونه تحمل کنه وزنشو. و مگاتریوم بچه ها، مگاتریوم رو باید HP شو قشنگ ببریم بالا و 25k HP خوبی میتونه واسش باشه و بقیهش هم میزنیم توی میلی دمیجش. نایس. حالا بچه ها رسیدیم به بحث لول اپ رکس شیرین، رکس خفن. یک 30k HP بهش میدیم. حالا رکس های من اینقدر بچه ها میتونن لول اپ کنن و بقیه شو توی میلی دمیج 30k HP و کلی پوینت توی آی چرا دستم خورد روی ویت. بچه ها 900 تا میلی دمیج داره. یه رکس خیلی قوله بچه ها این. حالا بچه ها یو تیرانوسمون هم همون 30k HP میکنیم. این هم از 30k HP. این بچه ها استامیناش خیلی مهمه چون به قولی وقتی شارژ میکنه حیوانای ما رو و بوستشون میکنه استامیناش میاد پایین ولی دوباره پر میشه. اما شما باید حداقل اندازه خوبی که نیاز دارید 2k استامینایی که اینه خودش آلردی 2k رو داره، یعنی من نیازی ندارم دیگه بزنم و میلی دمیج حیوانم و بقیه‌شو میبرم بالا. استامینای خوبی داره این حیوانو. میلی دمیج 700 تا میلی دمیج بچه ها. و اونجوری که گفتم این فود دودونو بردیم بالا بچه ها. این لعنتی گشنش میشه بالاخره. خب و سر همین قضیه ما باید بریم داخل اینا رو پر گوش کنیم دیگه. آقا قرار این رکسامون اوکی کنیم. چرا اینقدر لگ شدم. و مرسی که بچه ها تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردید. لایک، ساب، زنگوله نوتیفیکیشن و کامنت انگلیسی یادتون نره. تو پارت بعدی قراره بریم مقدماتشو بچینیم و بریم باس فایتو بزنیم. پس بچه ها لایک کنید، ساب کنید، انرژی بگیریم، با قدرت بیشتری بریم این باس برود مادر آلفا رو بزنیم و به قولی اولین کسی که میشیم که داخل یوتیوب فارسی باس برود مادر آرک موبایل آلفا رو رفتیم زدیم و خیلی خوشحالم سر این قضیه. قرار پرقدرت تا ته این مپ رو بریم، بعدش بریم باز سراغ مپ های دیگه، بریم با قدرت مپ های دیگه رو شروع کنیم و کلی کار خفن انجام بدیم داخل مپ های دیگه. و ویدیوی بعدی گود بای.